بچه یتیمی که با برادرش تصمیم میگیره که در راهی قدم بذاره که تبدیل به پادشاه بشه. به تریلر اولوژی خوش اومدید. موفاسا The Lion King. Well, what do we have here? Move your head and let me see. Come on. Oh, this is the thing. What thing? It's the thing. چند نفر مثل من با انیمیشن شیرشاه 1994 خاطره دارم؟ کامنت بذارید. البته این انیمیشن در سال 2019 به صورت واقع گرایانه ساخته شد، اما بیایم قبول کنیم که سال 1994ش اون ورژنش یه چیزی دیگه که دیگه تکرار نشد. کسایی که با ورژن اول یا نسخه اول شیرشاه آشنایی دارن میدونن که سیمبا چجوری با کشتن عموی لاشیش یعنی اسکار به پادشاهی رسید. این یک مورد که میشه نسخه دوم، قسمت دومش به پادشاهی رسیدن و سیر پادشاه شدن پدر سیمبا یعنی موفاسا نشون میده. در سال 2024 قراره یک انیمیشن واقع گرایانه از روی موفاسا یعنی پدر سیمبا بسازن که چطور در اوج یتیم بودنش به همراه برادرش و چند تا حیوان درب و داغون‌تر از خودش مسیر پادشاهی و سیر. و راوی این داستان همون میمون رومخه که نشسته و این داستان رو برای بچه‌های سیمبا تعریف میکنه. با خود داستان خیلی حال میکنم. این روند این که اصلا موفاسا از کجا اومد و چجوری پادشاه شد واقعا لذت بخشه. ولی واقع گرایانه ساختنش، حالا جدا از این که خب خیلی داره هزینه میشه، ولی یه مشکلی داره که زیاد لذت بخش نیست. شاید من چون با نسخه انیمیشنیش خیلی حال کردم دارم این حرف رو میزنم، نمیدونم، کامنت بذارین. ولی نسخه واقع گرایانه یکم انگار نشستی داری مستند میبینی، اصلا هیچ لذت انیمیشن رو نمیده. نمیدونم، البته باید صبر کنیم و بیاد و ببینیم و لذت ببریم. شاید اونجا نظرم عوض شد. یه نکته خیلی جالبی که توی نسخه یک The Lion King هست اینه که سیمبا به پادشاهی میرسه خیلی شبیه داستان سیامک و کیخسروی شاهنامه است و انگار از روی اون ساختنش و برای من خیلی جذاب بود. و درباره موفاسا هم باید بگم که من خودم تریلر رو دیدم و خیلی خوب بود، البته جز قسمت واقع گرایانش، و امیدوارم مثل قسمت اولش لذت بخش بشه، 100% لذت بخشه، چون همیشه برای من شخصیت موفاسا توی این داستان یک سوال بود که چی جوری میاد پادشاه میشه. سیر داستان رو توی تریلر نمیگم، دوست ندارم بهش اشاره کنم، چون خودم خیلی دوست دارم که وقتی که در 20 دسامبر 2024 که یعنی 30/9/1403 زمانی که این فیلم اکران شد، فیلم رو ببینیم، لذت ببریم، حال کنیم و اونجا به این فیلم بپردازیم. پس تا تریلر اولوژی بعدی کامنت، لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی میبینیم.